کابل. دیگه همراه ما باشین دوستان عزیز که بریم ببینیم زیرزمینی چی گپ و چی خبر است. در این ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین. یعنی چوک دیوغانان هست که در تصویر میبینین دوستان عزیز. این دوستان عزیز زیرزمینی کابل است که اینجا بسیار بیربار شده، واقعا بیربار است. اینجا لوازم ورزشی آرایشی می‌بینید. این دوستان عزیز زیر خودم میندازیم، پس از اورای دیگهش میاییم اون طرف شام میبینیم. این زیرزمینی دوستان عزیز بسیار قدیمی هست، بسیار زیاد از اون زمانهای سابق. سلام دوستان نهایت گرامی و نهایت عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان با خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و نهایت عزیز، دوباره در دیوغانان کابل هستیم، اما قصد نداریم از خود دیوغانان دیدن بکنیم. میخواییم بریم به طرف زیرزمینی مشهور و محبوب دیوغانان کابل. همراه ما باشین دوستان عزیز که بریم ببینیم زیرزمینی چی گپ و چی خبر است. در این ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین. یعنی چوک دیوغانان هست که در تصویر میبینین دوستان عزیز. یعنی موترها دوستان عزیز از جمع میرن لمزنگ از رای کارته 4 و مسترک از رای وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل میرن به طرف کوته سنگی. رابندی هم دوستان عزیز میبینین که زیاد است. در ویدیوی بازسازی چهارراه صدارت هم دیدین که شهر چه قسم بیربار می باشه و چه قسم بیربار است. دیگه طرف هم دوستان عزیز دست فروش ها هستن، بوت و چیزا. جراب است و بوت است و نسوار است و پانانی چیزا دیگه. از یه دوستان از این سوری میگیرن سلوک پر شوه تا هر زیرزمینی ده دیگه سودگاه می جذبه دو طرف نداره دیگه سوری. یک دانه دم لبای سرک اگه سود باشن، منظور از این که زگاه دیگه از او پیشتر نیست. دیگه هم دوستان عزیز از رای دیمزنگ هم تو میبرین طرف دارنمان از رای دیمزنگ. خب دوستان عزیز بالاخره رسیدیم به جایی که میخواستیم، به زیرزمینی شهر کابل. دوستان عزیز زیرزمینی کابل است که اینجا بسیار بیربار شده، واقعا بیربار است. اینجا لوازم ورزشی آرایشی منظور دارشی دوستان عزیز ماشین و ریش و این چیزاست. این هم مثل ازی دیگه نمی چیزا اینجا زیادتر است. سرسرا کاملا گم شد.
عزیز زمینی دوستان عزیز، چه خاطرات دارین؟ چه ها به یادتان مانده، خصوصا کسایی که از افغانستان رفتن؟ در زمینی آیا به یاد دارین؟ ندارین؟ چیز از اینجا خریدین؟ نخریدین؟ خاطراتتون رو برامون در کامنت ها بنویسید. ببین دوستان عزیز، زیرا خودم میندازیم، پس از اورای دیگهش میاییم اون طرف شام میبینیم. این زیر زمین دوستان عزیز بسیار قدیمی هست، بسیار زیاد از اون زمانهای سابق است. از زیر زمین های جدیدی که این روزا ساختمش شده نیست. مثلا نمی زیر زمینی پل خشتی که تازه ساخته شد دوستان عزیز و چقدر زیبا و عالی زیر زمینی را جور کردن. دیگه انتظار این دوستان عزیز در گروه دیگه مشک بریدگی طرفتر از دوستا دوباره برآمدیم پیش مسجد عبدالرحمن. میگه بریم اون طرف یک بریدگی هست، یه بریدگی نداره دوستان عزیز. اینجا باید یک بریدگی میموندن چون که زیر زمینی هست، یه بریدگی نموندن و واقعا کارشان هم خوب است، اما طبق نقشه است. خب بخاطر از اینکه ما میخوایم بریم زیر زمینی را بعد مختلف شد بینیم، یا ما آمدیم که یک درگه بیقانونی کنیم و از زیر را بریم دیگه، اگر نه رای اصلیش هم خود زیر زمینی هست. دوربینای امنیتی هم دوستان عزیز در حال نصب شدن است. اون قسمی که میبینین این طرف هم بیرباره ده افغانان کابل. خیلی زیر زمینی بود که ما برآمدیم. حال دوباره میخوایم دوستان از این طرفش دوباره بریم. یک قسم یک میگه شارگشت میزنی، نمیدونم اون شارگشت از دوستا. این از این جایش دوستان عزیز خودم میخواییم که دوباره بندازیم و بریم او طرف. دوباره از زیر زمینی دوستان عزیز این طرف هم بود فروشی ها هست. در دوباره راه بیرون رفتش است از این طرف دوستان عزیز که دیگه طرف پل باغ عمومی میره و طرف شاید و شمشیره. اگر می پیاده رو مستقیم بریم اگر ما دور میخوریم این طرف جاده آسمایی. خوب دوستان عزیز، امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم چون سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همینطور والله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همینطور.